اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دختره که پدر نابینایش را نمیگذاشت با همسرش همخوابه بشود. دختره بود که با ستر و با حیا و طاعت گذار بود، ولی هنگام جوانیش به سبب کم علمی خود به دعای پدر گرفتار شده بود و تا دم مرگ سزای آن رفتار ناشایمش را می چشید. هنگام جوانی وی چشمان پدرش کور شده بودند و آن دختر جوان با همراه پدر کور و مادرش در یک اتاق خواب می رفتند. شبانه پدر کورش را نظارت می کرد که تا به بستر مادرش نزدیک نشود. چون پدرش نابینا بود، گمان می کرد که دخترش خواب است. به بستر همسرش نزدیک می شد. در این حال آن دختر پایش را در مابین آنها دراز کرده می گفت: من بیدار هستم. پدر نابینا دمی سرد کشیده می گفت: خداوند آسودگیت را بگیرد. چون این کاری بدی دختر و دعای بدی پدر در هر یک هفته 2 یا 3 بار تکرار می یافت. عاقبت روز فرا رسید که آن دختر را به شوهر دادند و کلین در خانه شد که 2 خوشتامن داشت، مادر و بیبی شوهرش. اکثر زنان چی مصیبت بودن خوشتامن بدقهر را می دانند و خود تصور کنید که اگر چنین خوشتامن 2 تا باشند چی گپ می شود. دختر جوان در زیر سیاست 2 خوشتامن زندگی بسیار ساله سنگین داشت و خودش اقرار میکرد که این نتیجه همان دعای پدر، یعنی خدا آسودگیت را بگیرد است. اما با این قصه غمانگیز آن زن به پایان نمی رسد و چون این کار تکرار هم شده بود که به جای فرزند به چیز دیگری باردار می شد و بارها در زیر جراحی دکتران قرار می گرفت و ماههای دراز را در بیمارخانه ها سپری می کرد. البته می دونست که این همان نتیجه آن دعای بدی پدر است. با وجود این سختی های حیات پیش می رفت و فرزندانش به بایه می رسیدند. او در خانه زندگی می کرد که حتی دخترش را به شوهر می دادند و حتی حقوق آن را نداشت که بپرسد که دامادش کیست و چی نام دارد. سالها می گذشتند و سختی ها و دشواری ها را پشت سر می کرد تا اینکه واقعه های تلخ کشور به وقوع پیوستند و شوهر و پسران با چنین سختی تربیت کرده‌اش را در پیش چشمانش کشتند و خانه اش را آتش زدند. شاید کسی بگوید که چنین کشتارها را بسیاری ها از سر گذرانیدند و به دعای پدر آن را نسبت دادن چنان درست نیست. جواب میگوییم که شاید چنین هم باشد، ولی این کشتار برای آن زن مقدمه مصیبت دیگری بود که به وقوع پیوستن آن را به غیر از الله تعالی کسی نمیدانست. هنگامی که این زن مصیبت زده به ناحیه دیگر به خانه برادر جوانش فرار میکند و برادرش او را به چنین حالت میبیند، از سکته قلب برادر جوانش به طور فاجعه‌ای وفات میکند. عاقبت روز فرا رسید و این زن مسلمان به غم و اندوه زیاد این عالم را پدرود گفت و توبه و ندامت خود را از هیچ کس پنهان نکرد. اگر کسی برای گناه کردهش 1 بار و 10 بار توبه کند، این زن باشد 1 عمر توبه کرده است. از این رو امید از فضل و کرم الله تعالی این است که وی را ببخشد و در عوض مصیبت های در دنیا کشیدهش پاداش های بزرگی را بدهد، زیرا ندانسته خطا کرده بود. اما برای دیگری مسلمانان واقعه های حیاتی او را پند و عبرت بگیرند تا از دعای بدی پدر و مادر حذر بکنند. باقی خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.